ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо бозгӯи китоби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон, чеҳраҳои мондагор. ровӣ ализода абдурашид хоҷамқул. гуфтори 16. مانی. بازتاب نور در ظلمات. مانویه تعلیمات دینی و فلسفی است که در عصر 3 میلادی در شرق نزدیک به وجود آمده، در عصرهای 3-2 تا افریقا و حدود خیتای انکشاف پیدا کرده بود. در ریم قدیم و ویزانتیا تحت تعقیب شدید طبقه حاکم و دین رسمی مسیحی قرار داشت. در دوره خلافت عباسی نیز همچون فرقه اپوزیسیونی ممنوع اعلان شده بود. در شرق نزدیک و آسیای میانه به محیط و شرایط مساعد روبرو گردیده، نه تنها مدت انکشاف یافت، بلکه در عصرهای 8-9 به دین دولتی اویغورها مبدل گردید. تا اصطلاح عربها قوت گرفتن فرقه های الحادی به خصوص پرستش زوربان در ایران باستان، به عمیق گردیدن جنبه های دوگانه پرستی در دین مزد یسنا و ضعیف شدن عقیده های وحدانیت آن آورده رساند. اگر فرقه زوربانیه اهورامزدا و اهریمن را همچون فرزندان زوربان معرفی کرده و موجودیت دو نیروی اصیل متقابل جنبه رسمی داده باشد، مانی به آن ژرفتر و عمیق‌تر نگریسته از دوگانه پرستی آن مذهب نیرومند به وجود آورد. در مقایسه با دین‌های مهرپرستی و زوربانیه که شرطاً شعبه ها یا فرقه های دینی مزد یسنا نامیدن ممکن است، ظاهراً مذهب مانویه را فرقه یا شعبه نامیدن نشاید. با وجود آنکه تأثیر زردشتیت در آن بیچون و چراست و رکنهای عمده آن از این دین گرفته شده، عامل پیدایشش هم به آن مربوط است، دین مانویه علاوتاً دارای منشأهای دیگر و نظرهای تازه می باشد. مضمون اساسی مذهب مانویه تعلیمات دارای خصوصیت روح افتادگی و آسیب پذیری روشنایی و نیرومندی تاریکی و یا به طریق دیگر موجودیت هستی ابدی و کاملا محو ناپذیری نیروهای بدی در زندگی انسان می باشد. برخلاف توحید کاملی بخش‌های کهن اوستا، مانویت چنین می شمارد که جهان دارای دو اصل بوده، بدی زیشتی مثل خوبی و نیکی و روشنایی دارای هستی ابدی و مستقل است. دین مانی بدی را با ماده و جهانی مخصوص وابسته کرده، نیکی را با روشنایی همچون روح پیوست می نماید. مانی می گفت که خدای نیکی هیچ گونه یراق و اسلحه‌ای برای جنگ با بدی ها در اختیار ندارد. به این دلیل او نمی تواند با استفاده زوری وضع خوبی گذشته را بازگرداند، یعنی روشنایی را از تاریکی جدا سازد. در نتیجه
آمیزش تاریکی و روشنایی پدیده‌ای بی بازگشت است، ولی مانی ماده یا تاریکی را مثل همزمان یونانی خود پلاتین نتیجه خاموش شده ایستادن روشنایی نمی‌دانست. در این مذهب جهان تاریکی در مقابل جهان روشنایی قرار داده می شود. با عقیده مانی تاریخ جهان تاریخ مبارزه روشنایی با تاریکی، نیکی با بدی و خداوند با قوه‌های اهریمنی است. با گفته مانی انسان آفریده جهانی ظلمت و واسطه در دست نیروهای ظلمت برای مبارزه بر ضد ایزیدان نور و روشنایی است. مانی 14 اپریل سال 216 در محل با نام مردینو یا ابرومیه واقع در ناحیه باطلاقی ولایت میسین در شمال و شرق عراق معاصر تولد شده است. بعضی محققان محل تولد او را جایهای دیگر نیز تعیین کردند. ابن ندیم در الفهرست نام مادری او را رامیش یا مریم ذکر کرده، نام پدرش را پاتک یا فاتک آورده است. موافق مأخذهای مسیحی لاتینی نام اصلی مانی کاربیکاس بوده است، طوری که اکثری سرچشمه ها اطلاع می دهند والدین او از شاهزادگان اشکانی بودند. اشقاباد کنونی که پایتخت ترکمنستان است زادگاه اشکانیان بوده. مراسم تاجگذاری اشکیک پایه‌گذاری سلسله پارتها در همین شهر صورت گرفته است. جریان مذهبی مغتسیله که پدرش و سپس خود او پیروی آن بودند یکی از سرچشمه‌های الهامی آینده او گردید. مغتسیله یا سفید پوشان یکی از جریان‌های مذهبی بود که غسل تعمید یا پاکی جسمانی را یکی از شرط‌های اساسی رسیدن به خداوند می‌دانستند. و در این دوره با دین‌های دیگری زمانی خود مثل دین زردشتی، نصرانی و جریان‌های گناستیکی بین النهرین، خصوصاً فرقه‌های ابن دیسان و مرکیون آگاه گردیده دینی مغتسیله را انکار کرد. گویا در 12 سالگی سال 228 میلادی و 24 سالگی سال 241 دو مراتب مورد وحی ربانی قرار گرفت. منبع این الهام را فرشته با نام تاوم یا پراکلیت دانسته است که حضرت عیسی مسیح از او همچون روحی مقدس یاد کرده آمدن او را پیشگویی و بشارت داده بود. در نتیجه چنین الهام روحی مقدس و علم کامل تاوم یا پراکلیت روانی پاک به مانی تناسخ کرده نبوت او را آشکار ساخته است. به منظور تبلیغ مانی به سیاست و سفرها آغاز کرده در بازدید و ملاقاتها خود را رسول و فرستاده روشنایی معرفی می کرد. طوری که او در کتاب خود کفالیا نوشته است و در دوره سلطنت اردشیر یک 224-241 پایه‌گذاری سلسله ساسانی به هند سفر کرده مردم را به دین خود می خواند. و در اینجا مرگ اردشیر یک و به تخت نشستن پسری او شاپور را شنیده به ایران بازگشت
وی با واسطه فیروز برادری شاپور که دین وی را قبول کرده بود به شاپور معرفی گردید و یکی از کتاب‌های خود را که شاپورکان نامیده بود به پادشاه جدید ایران تقدیم نمود. تاجگذاری رسمی شاپور در سال 242 صورت گرفت. بنابر روایت ابن ندیم اولین خطبه ایمانی در روز جلوس شاپور یعنی یکشنبه اول نیسان که آفتاب در برج حمل قرار داشت ایراد گردید. اگر این را قبول داشته باشیم تاریخ هر دو واقعه مطابق با 20 مارس سال 242 می شود. شاپور یا تحت تأثیر عقیده و تعلیمات مانی قرار گرفت و یا سبب دیگری بود که با وی مناسبتی خوب کرد و او را در تبلیغ و گسترش مذهبش آزاد گذاشت. در کتابی کفاریا که در آن مانی شرح حال خود را نوشته است، پس از ذکر مسافرت خود به هندوستان و پذیرایی شاپور چنین نوشته است: به حضور شاهپورشاه رفتم و او مرا با احترام بسیار پذیرفت و اجازت مسافرت در کشور خود را مرحمت کرد تا در آن کلمه حیات را تبلیغ کنم. من چندین سال صرف کردم و سالیان دراز در ایران در کشوری پارت تا ادیب و ممالکی که با دولت روم مجاور است مسافرت نمودم. چون دو برادری شاهنشاه مهرشاه حاکمی میشان و فیروز به دین مانی گرویده بودند، توجه شاپور نیز به تعلیمات مانی بیشتر گردیده زمانی بران شد که آیین مانی را بجای دین زردشتی مذهب رسمی ایران اعلام نماید. دعوت مانی اول پیشرفت عظیمی داشت. بنابر روایت مانویه که سرچشمه های عربی نیز آن را تایید می کنند، دیری نگذشته به سبب ضدیت روحانیت زردشتی مناسبت شاپور با مانی دیگرگون گردید. بنا به قول یعقوبی شاپور فقط 10 سال پیروی کیش مانی بود، سپس وی را از سرزمین ایران خارج کرد. وی قریب 10 سال در بخش‌های شرقی آسیای میانه سیر و سفر کرد و به هند و چین نیز مسافرت نمود. جالب است که تمام این مدت وی با روحانیان و شیخان دینی خود در بابل و سرزمین‌های دیگر رابطه دائمی و مکاتبه داشت. پس از مرگ شاپور هرمز به تخت ایران رسید. طی مدتی کوتاهی سلطنتش وی با مانی مناسبتی نیکو داشت. برای بهرام یک پادشاه 4 ساسانی که مردی ضعیف و بی اراده بود، زیر تأثیر روحانیان و موبدان زردشتی قرار گرفت. مانی در این هنگام در سرزمین‌های شمال و غربی ایران و بابل به تبلیغ دین خود مشغول بود. وی را با دستور شاه دستگیر کرده در شهر گندی شاپور به زندان افکندند. این حادثه روز چهارشنبه 31 ژانویه سال 277 رخ داد. درباره کشته شدن مانی مورخان و محققان فکر و اندیشه های گوناگون بیان داشتند، ولی او پس از 27 روز زندان به قتل رسانده شد.
با امری شاهنشاه و سروری موبدی موبدان کرتیر او را پوست کندند و پوستش را پر از کاه نموده در دروازه شهر آویختند تا به گستاخانی مانوی و معتقدان دیگر دینها عبرت گردد. پیروانش به تقلید از نصرانیان وی را مصلوب شده عنوان کردند و اعلان نمودند که روح او به آسمان و بهشتی روشنایی انتقال پیدا کرد. اندیشه و افکار مانوی، جریان کشته شدن مانی در دین تأثیری عمیقی گذاشته به سنت مبدل گردید. مانویان در این روز در صحنه به علامتی احترامی پیشوای غایبی خود منبری می گذاشتند. چون در یونانی منبر بیما گفته می شود، عنعنه مذکور با نام جشن بیما معروف گردید. عادتاً جشن بیما مثل عید فطر دین اسلام پس از 30 روز روزه جشن گرفته می شد. منبر 5 زینه داشته، روی آن تصویری پیامبر گذاشته می شد. پیروان شب را در اطراف منبر سپری کرده هر یکی به گناهان خود اعتراف می نمود و معتقد بودند که مانی پس از نیمه شب از آسمان نزول کرده روی منبر قرار می گیرد و گناهان آنها را می بخشد. در زبور مانی جشن بیما روزی سرور و شادی که طبیعت لباسی زیبایی سرسبز عروسی ببر کرده خوشبوی و شکوفا است محسوب می شود. امت این پیامبر روزی بیما را چون روزی خلاص شدنی روح و روان مانی از فشار و محبس جسم جشن می گرفتند. در تعلیمات مانی غیر از فرقه های گناستیکی ذکر شده، تأثیر عمده دین نصرانی، بودایی و به خصوص مزد یسنا احساس می شود. موافق آن مانی خود را جانشین گروهی کلان از رسولان آسمانی می دانست که از زمان حضرت آدم، حضرت زردوشت، حضرت موسی، حضرت ابراهیم، حضرت بودا و حضرت عیسی یکی پس از دیگری برای هدایت نوع بشر آمدند و خود را خاتم انبیا و برترین پیامبران می شمرد، زیرا او چنین حساب می کرد که حلقه آخرین و بالاترین زنجیر است که به صورت رسولان از ابتدای خلقت به زمین نازل شده اند. وی در شاپورگان چنین می گوید: در هر زمان انبیا حکمت و حقیقت را از جانب خدا به مردم آوردند، گاهی در هندوستان به واسطه پیغمبری به نام بودا و گاهی در ایران به واسطه زردوشت و زمانی در مغرب زمین به وسیله عیسی. عاقبت من که مانی پیغمبری خدای حق هستم، مأمور نشر حقیقت در سرزمین بابل گشتم. مانی ادعا داشت که دین او کامل است و برای اصلاح و تکمیل تمام دینهای قبلی آمده سراسر جهان را تسخیر خواهد کرد. و در سرودی که با زبان پهلوی اشکانی سروده شده است می گوید: من از بابل زمین آمده ام تا ندای دعوت را در سراسر جهان پراکنده سازم. و چنین حساب می کرد که حالا عالم به 12مین هزاره موجودیت خود وارد گردیده است. موافق تعلیمات دینی مزد یسنا عالم 12,000 سال عمر می بیند و پس از آن رستاخیز
شروع می شود و مردم غیر از قبول مذهبی جدید راه دیگری ندارند. مانی خود را برترین رسولان دانسته دعوا می کرد که وی همان روح مقدس می باشد و نزول او را عیسی مسیح پیش بینی کرده بود. وی چنین عقیده داشت که تعلیمات پیغمبران پیش از او همه تاریک و ناقص بوده، به علاوه با دست مریدان و شاگردان از راه اصلیشان خارج شده اند و کسانی که در این کار مداخله کرده بودند از خودشان به متنها چیزی اضافه نمودند. برعکس آنها آن پیغام الهی که با دست او برای مردم زمین آورده شده است حقیقت، روشن، مستقیم و علم مطلق است. از این رو مذهب ایمانی مذهبی جهانی است که قبل از به آخر رسیدن زندگی عالم جانشین تمام دین و آیین ها می گردد و به سبب کامل و درست بودنش لایق آن است که تمام جهان را تسخیر نماید. مذهب‌های زردشت در ایران، بودا در هندوستان و عیسی در مغرب چون تمامی حقیقت را روشن نمی کردند، بنابراین فقط در کشورهای جداگانه ریشه دواندند، در حالتی که مذهب ایمانی حقیقتی مطلق کامل است، حدود نپذیرفته جهان را فتح خواهد کرد. مانی می گوید امید من در مشرق و مغرب پراکنده خواهد شد و پیغام الهی را به تمامی زبانها شنیده در تمامی شهرها اعلان خواهند نمود. مذهب من از مذهب‌های دیگر این برتری را دارد که مذهب‌های دیگر در کشورها و سرزمین‌های جداگانه ایجاد شدند، ولی مذهب من در تمام شهرها و تمام کشورها پذیرفته خواهد شد. در دین ایمانی مقام حضرت عیسی خداوند پسر دین نصرانی بسیار بلند بوده و رهایی بخشی انسانی نخستین خوانده شده است. یکی از خصوصیت‌های فرق کننده دین مانوی مثل زردشتیه و دین نصرانی از آن عبارت است که وی رویه تشویق و ترغیب را راه انتشار دین دانسته مسافرت‌های زیادی می کرد و در میان مردم می گشت. خودی شخص مانی از نابغگان تاریخ بوده، نه تنها مهارت و استعداد فوق العاده شخصی داشت، بلکه ظاهراً از ناطقان زمانه نیز بود. از این رو وی از کشورهای گوناگون دیدن کرده از نزدیکان و پیروان خود نیز تقاضا می کرد که زیادتر میان مردم روند و کلام حق را به گوش آنها برسانند. یکی از استعدادهای فوق العاده او که در تاریخ مردم آریایی آثار باقی گذاشته است صنعت نقاشی بود. بیان الادیان درباره این هنر ایمانی چنین می نگارد: این مردی بود استاد در صناعت صورتگیری و به روزگار شاپور ابن اردشیر بیرون آمد. در میان مغان پیغمبری دعوا کرد و برهان او صناعت قلم و صورتگری بود. گویند بر پاره حریری سفید خط فرو کشید، چنان که آن یک تاری حریر بیرون کشیدند آن خط ناپدید گشت و کتابی کرد با انواع تصاویر که آن را ارژنگ مانی خواندند و در خزائن غزنین هست.
حکیم فردوسی در شاهنامه چنین آورده است: بیامد یکی مرد گویا ز چین، که چون او مصور ندیند زمین. بدان چرب دستی رسیده به کام، یکی پرمنیش مرد مانی بنام. به صورتگری گفت پیغمبرم، ز دیناوران نی جهان برترم. محقق انگلیس جان راسل هینلز درباره دین مانی می نویسد: آیین مانی ترکیب از همبستگی های مسیحیت، اعتقادات آریایی متکا بر اعتقادات کهنی بین النهرین، متأثر از نظریه معرفتگرایان یا گنوسیان، گناستیک ها، عرفان شرقی و آیین بودا در دوره ساسانی، پرطرفدارترین عقیده آیینی، اما هرگز نتوانست به علت نفوذ موبدان به دین رسمی ایران تبدیل شود. در روایت‌های مختلف از 6 کتاب و 76 رساله مانی یاد شده و از این 5 کتاب او به زبان آرامی شرقی نوشته شده بود. مانی در تبلیغ آیین خود از صورتگری و موسیقی بهره می جست. دانشمند ایرانی ابوالقاسم اسماعیل پور ذکر کرده است که مانی 7 کتاب نوشته است که 6 تای آن به زبان سوریانی، زبان مادری مانی بوده، فقط شاپورگان به زبان فارسی میانه است. و نامگوی آثار مانی را چنین آورده است: انجیل زنده، گنج زندگان، رساله ها، رازها، کتابی غولان، مکاتیب، مزامیر و نیایش ها. تعلیمات مانی به خصوص در سوخت و ترکستان گسترش وسیع یافته، جنبه های نوین اخلاقی و فلسفی پیدا کرد. طوری که محققان ذکر کردند، آثار مانی در سطح علم و دانش او نوشته شده، فهم آن به تفسیرها ضرورت دارد. وی کوشش کرده است دانش‌های اساطیری، علمی، تاریخی و فلسفی زمانش، کسمگانیا، گیوگرافیا، الخیمیا، استرونومیا، ریاضی، بوتانیکا، طب و غیره را مورد استفاده قرار دهد و به معنی پره کلمه آنها را با فلسفه طبیعی نور روشنایی بخشد و اخلاق خیراندیشی و نیکی و انسان دوستی را به توده های مردم نزدیک کند. چنین سخنان او که به زبان سوغدی نوشته شده اند تا دوره ما رسیدند. جایی که مهر و محبت وجود ندارد، همه عملها ناقص هستند. شما گفتار 16 را از روی کتاب اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان چهره‌های ماندگار در قرائت راوی علیزاده عبدالرشید خوجمخل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، منظم آواز کریم طالبوف. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.